بنا به خبرها روز 3 مارت در نویه شهر توز ولایت ختلون جسد بدار اوویخته باز یک کارمند دولتی را پیدا کردند. به گفته منابع محلی جسد فیروز حرمتوف کارمند کمیته اداره زمین نویه شهر توز را از منزل اجاره‌اش پیدا کردند. او را روز 4 مارت به خاک می سپارند. خبرگزاری آزیا پلیوس از قول منبعش در شهر توز خبر داد که فیروز حرمتوف در کمیته اداره زمین این نویه باعث متخصص کار میکرد. این منبع درباره سبب‌های احتمالی خودکشی حرمتوف اظهار بیخبری کرد و گفت که با این متخصص به گفته‌اش جوان آشنا نبود و درباره‌اش چیز زیادی نمیداند. و اما سامانه پرس تیجی از قبل یک منبعش در کمیته اداره زمین ولایت ختلون خبر داد که فیروز حرمتوف از پیوندان فتح‌الله حرمتزاده رئیس کمیته اداره زمین ولایت ختلون بوده باعث عنوان رئیس کمیته اداره زمین نویه شهر توز فعالیت میکرد. فیروز حرمتوف عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. منبع پرس گفته است سبب خودکشی حرمتوف هنوز معلوم نیست، ولی مرحوم مشکلات عائلوی نداشت. در کمتر از یک ماه آخر این الکی دومین مورد خودکشی کارمندان دولتی در نویه شهر توز است. روز 11 فوریه جسد بدار آویخته خوشقدم نادروف رئیس جماعت دیوت جوره نظروف را پیدا کرده بودند. جابر غفوروف رئیس نویه شهر توز در نشست خبری اخیرش گفت خوشقدم نادروف خودکشی کرده است، ولی خودکشی او ربط به فعالیت منصبیش نداشت، بلکه او در یک نامه پیش از مرگ اعتراف کرده است که به سبب مشکلات عائلوی دست به جان خود میزند. خوشقدم نادروف 34 سال و مثل فیروز حرمتوف 4 فرزند داشت. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود.